سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من پونیکس هم. بعد حدود فکر کنم 1 ماه 2 ماه نمیدونم دقیقا، بذار بهتون دقیق بگم. بعد 1 ماه اومدم بهتون یه بیلدی بگم، ولی قبل از این بیلد امیدوارم که همتون توی آرامش باشید و الان جنگم شنیدم که تموم شده، صلح کردن. امیدوارم هیچ کس از خانواده‌تون یا خودتون آسیب ندیده باشید و امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. 2-3 تا ویدیو دیگه هم یا اومدن یا قراره که بیان، در حالی که ممنون میشم که دارید این ویدیو رو میبینید و این ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ ویدیو. خب این ویدیو بیلد بلادلاس هستش و آیتم های مورد نظر شما گویل استون نیاز دارید که توی حالت بلاد باشه با هشوار سپوکو هر دوتاشون. بدون سید نیاز دارید که مهم نیست چه سیدیه. به وایت ماسک نیاز دارید. گریو برد نیاز دارید. به دستکش راکشا و شلوار راکشا نیاز دارید. تالیزمناتون لورد آف بلاد، کلو تالیزمن، 2 تا کوست ملیسنس باشه تالیزمناتون. توی میکس فلاسکتون بلاد ساکینگ کرکتیه با تونی کرکتیه رو نیاز دارید. بویل آروماتیک رو نیاز دارید و واسه ماجیکاتون هم به فلیم و گلدن واو نیاز دارید. این بیلد توی سیو اصلی من داره پلی میشه که توی نیو گیم پلاس 8 و حدودا من توی این نیو گیم پلاس لولم 619 ولی شما واسه این بیلدی که دارید یوز میدید حتما این لول رو نیاز نیست که داشته باشید. میتونید این لولی که میگم داشته باشید. شما با لول 200 میتونید ویگورتون رو بذارید روی 50، مایندتون رو بذارید روی 17، اندورنستون روی 40، استرنجتون روی 80، دکسیتیتون روی 15، اینتلیجنستون روی 7، فیفتون روی 25 و آرکینتون هم روی 50 باشه. خب نحوه باف این بیلد بشه صورت شما اول از همه میرید روی سیدتون، میکس فلاسکتون رو میخورید، گلدن واو یوز میدید. حالا شما اشوار سپاکتون رو هم یوز میدید. بعد میایین باف فلیم رو یوز میدید. وقتی با فلیم رو یوز دادید میایین روی یکی سلاحتون اونم همینطور یوز میدید. دفعه هم کلا ریلود میکنید دچتون رو یه سری کلا ریست باید بگید. من یه دور یه اشتباهی کردم. میایین اینجا آمارتیکو میخورید و میرید توی باس فایت. که با 2 تا جامپ شد، ولی خب من بازم میگم با پام بعضیاشون رفتش چون که داشتم یاد میدم. بتونزه سر گالریک اینجوری نیستش. بچه ها رو بشه دیگه با پام رفتش. اگر لورد افتاد اوکی 10,000 تا خودایی خیلی خوبه. آدم بیا تو صورتم حرف بزن. هیر عوض کردم. وای من جام پتک نمو بزنم. بخ نکنه یه روزه بخ نکنه ایزی.
اوکی خدایی 31,000 تا دمیج بد نیست توی نیو گیم پلاس 8 خیلی هم عالیه باشه و هنوز یه باس فایت قدر الان روبرونه فایر جاینت بریم بزنیمش و ببینید تازه دمیج فکر کنم اصلیشو بخوایم ببینید اوکی اوکی 32,000 تا فاز یکش و 21,000 تا فاز دوش سری دیگه فکر کنم بس عجیب بود نمیدونم چرا این فریز نشد ولی خب مهم نیست امسالی 38,000 45,000 تا دمیج بشم چقدر زیاد خب خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید ممنونشم ویدیو رو لایک کنید چنلم سابسکرایب کنید اگه چنل رو به 100 تا دونه ساب برسونید الدرینگ رو با لول 1 میرم